یو گاش سلام بچه آقا، خوش اومدید به این ویدیو. آقا اومدم با یکی از ریلیز کردن یکی از بهترین پک های FPS بوز برای شما که اصلا برین عشق کنین بچه ها. پکی که میخوام امروز براتون ریلیز کنم، اگه از این پارت حمایت بشه آقا حتما دیگه میگردم بهترین پک ها رو براتون پیدا میکنم بچه ها. پکی که امروز میخوام بهتون معرفی کنم پکی نیست جز به ما ایران زندگی میکنیم. بله پک دیفالت 16 ایکسه که یکی از بهترین پک ها برای FPS بوسته. فریجم هم دیدین تغییر کرده بچه ها. موس جدید صوبی به دستم رسید که مثلا آقا وول پک وول دیفالت، کاملا دیفالت و عالیه. FPS بچه این پک هم که اصلا نگم براتون. میبینیم که من داریم با این دارم 100 خورده FPS میگیرم با این پک که یکی از عجایب خلقت جهان آفرینشه بچه. اگه میخواین پک 100 بچه سابسکرایب کنید داداش بمیر تو رو خدا، داداش تو رو خدا بمیر. نوستم یکم عادت ندارم نمیتونم درست باش پیوی بدم. آره بچه این نظرنامه کلی شاپه بچه این نظر نگیرید فایروالش نیست. این فایروالشه با گلدن اپلشون 1.16.5 و اندرپل واقعا قشنگی داره. این از باتلاشه که باتل عادی کامل چی بخشه پوزیشناشه، یه پوزیشنای عادی کاملا بچه. این از نمای کلی شده اصلا سیلور فیش وحشتناک خدا. و این از بوشه، این از وول و همه چیشه، شمشیر و استیک و آرمور، همه آرموراش قشنگه اصلا نگم براتون. پک اصلا از این پک بهتر شما پیدا خواهی کرد. آره بچه اگه میخواید پارت دوم بهترین پک برای مثلا کسایی که CFPS میگه، حالا من تعجب میکنم چرا دارم 60 FPS میگیرم. داداش کیل خوری نکن تو رو خدا. داداشم عزیزم یکم میمیری. خب ای وای افتاده بودی تو وید که عجب شانسی من دارم. بچه یه چیزی که میخوام بهتون بگم آقا، ما دیگه داریم 100 تایی میشیم. سریع چیو بزنیم که ما حرکت بزنیم، عشق و حال بکنیم، کار بزنیم دیگه. 100 تایی شدنمون مبارک دیگه. برم یه کیبورد بگیریم اصلا بیشوری فایروال بزنی واقعا بیشوری. پوزیشن میخوری بچه‌ها. بذارین در این ریسورس بک براتون توضیح بدم. این ریسورس بک بچه‌ها یه ریسورس بک دیفالت ادیته. کسایی که دیفالت ادیت دوست دارن شما میتونید بچه‌ها. این آسمون پک یه آسمون نس داش تو رو خدا. داش بابا رد عجیبه، شهر عجیبیه. بله بچه آسمونش یه آسمون واقعا آبی زیبا. داشت میشه 2 دقیقه نیای ما ویدیومونو ضبط کنیم. خودتو برو بکش، کامبوت کرد. چرا بره خودشو بکشه؟ موسم خوبه. نرو کسافت وایسین من برسم ویدیومو ضبط کنم. طرف جونش چند شد؟ خواهم اینو فقط بدونم. فقط این برام 14 اون پکی که شما میبینید آسمون قشنگه واقعا. حالا بریم آسمون نذاشتم بچه آسمون شبش اصلا. بذار یکی دیگه هم داره اونم نشونتون بدم. آره ایناش بچه این آسمون حالا من زیاد دوست ندارم ولی شاید خیلی ها دوست داشته باشن. آره بچه این آسمون هم هست و شما میتونید از این آسمون راحت لذت استفاده رو ببرین. آره داداش چطوری از کجا منو میزنی؟ ببین در 90 کشتمشا. برو دوتا زدم. وای طرف نمیومد دلش خورده بودا. نو بازی کردم سریع باید راشو نظرته نمیدونستم از حرکت خفن سام استریک بود. بابا چرا این شاپش اینوریه؟ یعنی من کل ایدیامو جمع کردم که تونستم اینو بگیرم. یعنی واقعا یکی از اتفاقات مهم زندگی بنده است که من گرفتم اشغال زندگی و این بسا. بابا 2 دقیقه تو رو خدا مولد بده. دمت گرم بدوزم. حال ندارم پیوی بدم من میرم خدا. بچه دیگه با MK ویدیو نمیذاریم خدا رو شکر چون
بس پیش اومد طرف به من فوش داد دیگه سانسور میکنم دیگه ببخشید دیگه من فوش نمیدونم ولی دیگه خیلی اعصابم خورد شد خور مادر من فوش داد و دیگه منم بلاکش کردم. آره من حالم ازش به هم میخوره بچه‌ها. حالا دیگه من پشتیبانی نمیکنم از چنلش دیگه، چنلش رو زیر ویدیو هیچ وقت نخواهم گذاشت و دیگه هم الان میرم تو همه ویدیوها دیلیت میکنم چنلشو. فشار بخوره من موس خریدم. آره دیگه فشار بخور. پیسیم هم چند روز دیگه بچه‌ها به دستم میرسه اصلا دیگه اشغال زندگی به راهه و داشت تو رو خدا خیلی بیشوری. چطوری؟ تیرکس بول میشد داشت وایسا من یه فایربالی بگیرم بزنم زیر داداش. بای بای ما رفتیم داداش. چطوری؟ اصلا چطوری امکان داره؟ دارم از فشار میمیرم. چطوری امکان داره؟ وایسا داداش تو رو خدا نفریه. داداش خورت خوبه؟ داداشمون اصلا تو وضع مساعدی نبود. چه حالا قراره با بعضی از افراد ویدیو ضبط کنیم. حالا میاد مهمون جدیدمون هم هست. یه مهمون جدید رو دارم براتون. بریم بده بلو آکوا رو بزنیم. دارم میگم بلو یا ندو گیریم بد داره یلو بد داره. خدا رو شکر بد نداره. داداش چطوری؟ بابا باورتون نمیشه دارم با این موس کامبو میکنم. همین 5 دقیقه نشده به دست من رسید دارم مردم باش پاره میکنم. داد از خود تعریفی نباشه ولی دیگه حقیقتیه که هست. دمت گرم داداش نیاد دیگه. به نظرم تو بیای قصه تو دلت جمع میشه بچه. تو رو خدا هر کی که با کجا باز نمیکنی یه موس و کیبورد 50,000 تومن داشته بگیره، چون واقعا من آدمایی رو دیدم. داشت میشه بری قبر خودتو کندی گفتم بهت نیا کن. بابا چرا شاپ این وره؟ من گرفتم بچه ها موس تسکو تی ام 765 که فکر کنم 1000 بود گفتم. آره بچه ها این موس مخصوص باترفلای کلیکر هست که منم گفتم من باترفلای کلیکرم چرا بیام یه موس جیتر کلیک بگیرم. موس جیتر کلیک هم بود ولی مثلا موس جیتر کلیک مثلا 100,000 چی ببخشید 300,000 تومانی هم بود ولی این شد 300 بچه خورده 1000. طرف بدش رفته بود. چطوری رفت؟ نمیدونم یعنی مخصوصی بازی بشه. چی بد داره؟ بده ما میره همین میگم کی بد داره بده منم همون موقع این شکلی میره. بس ببینم هیچ کی بد نداره خدایی. ناموس عجیبه شهر عجیبیه واقعا. آره بچه طرف داره میاد سمت من بزنم یا رو فقط سمت من که نمیاد. دارم چرو برد خودم دارم چی میگم بچه من واقعا اگه رفته باشیم ویدیوهای ASMR که 2 تا ASMR بچه ها گذاشتم رفته باشین نگاه کرده باشین بچه من واقعا CPSی که میگرفتم تهش زور رو میزدم یعنی دیگه اصلا دست خودم رو میشکوندم بچه من تهش بیشوخی بخوام بهتون بگم من 10 تا CPS میگرفتم ولی راحت 2 تا کلیک میکنم 11-13 تا CPS میگیرم. چند تا گلده مگه؟ بریم تو فاز بچه ها استراتژیک بزنیم طرف رو پاره بکنیم. دوش تو خدا نیا یه دقیقه نیا من آرمور بگیرم. آرمور دارم آها دارم همه رو بده بریم. عالی فکر نمی کنم اینجا بشه فایربال جامپ زد. اگه شد که خیلی عالی میشه ولی اگه نشد مجبوریم بریم. طرف کجا را بابا چطوری از کجا جیجی رو بخوره تو سرت. آقا ممنون که این ویدیو رو تماشا کردید. امیدوارم آقا بریم ویدیو ساب کنید تو رو خدا ما 100 تایی بشیم دیگه اصلا کیبوردمون هم بگیریم دیگه اصلا
اشغال زندگی برا و دیگه. آره بچه‌ها اگه دوست دارین بچه‌ها این سری پارت رو ادامه پیدا کنه ویدیو رو لایک کنین، بگین ادامه پیدا کنه. یک کامنت هم داشت آقا من ویدیو رو ادامه میدم، کامنت هم تو ویدیو میارم. و آره دیگه بچه‌ها دیگه خدا رو شکر اینو گرفتیم، یه موس گرفتیم. حالا کیبورد زیاد لازم ندارم ولی حالا بعدا میگیرم دیگه ان شاء الله اگه شما حمایت کنین دیگه. خداحافظ.